جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبریش اظهار داشت که دوام 2 سال گذشته موضوع سرمایه‌های بابک زنجانی در تاجیکستان همواره در رسانه‌ها مطرح بوده است و اگر واقعا این پول در تاجیکستان وجود می داشت اقتصاد کشور با چنین مشکل روبرو نمی‌شد. همون که سوبیکت‌های خوجگیدار بین شرکت‌های ایرانی یگان شهردوما دارند алоҳида барои ҳамкорӣ кардан. Яки ба воситаи бонкҳо мо дар инҷа ягон ахбороти амиқу дақиқ ҳам надорем. ин баҳсҳо 2 сол зиёд шуд рафта истодааст. агар ҳамқа маблағ дар иқтисодоти мо ҷойгир агар мерафт соли 2014 2015 ин фишорҳои баланд ба қурби асор намешид. як ябора 2 сомони зиёд шид қурби асор. агар асор мебуд амиҷа خودمون تقاضا باید کنیم، خودمون باید تحلیل کنیم. این در حالی است که مسئولان شرکت ملی نفت ایران روز شنبه 23 ایول گفتند که برای دریافت قرضهای خود از بابک زنجانی با بانک‌های در چین و تاجیکستان در تماس میباشند و همچنین گفته شده است که به این منظور عین زمان پیشنویسی تفاهم‌نامه با بانک‌های تاجیکستان در حال تهیه شدن است. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجر ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افراد پرنفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. اما مقامات تاجیکستان از ابتدا این ادعا را همیشه رد کرده و حتی گفتند که بابک زنجانی در تاجیکستان چیزی ندارد. ولی با این وجود یک سلسله شرکت‌های بناکاری، نقلیاتی، سرمایه‌گذاری و جهانگردی در تاجیکستان به بابک زنجانی نسبت داده می‌شود و در رسم افتتاح برخی از آنها او همراه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک کرده است.